مرا میبخشه نباشد، نمیبخشد. یا خدا، اوه سمی دعایم از برای تو. یا خدایا انشالله میبخشد. دوملا زیا خانم زهرا، دوملا من برای عمل این شب از شما عذر پرسیدن میخواهم. چرا؟ برای با اون سمی احمق بازی ساخته کردنتان ها؟ دوملا غضبی شوید همه روزی. کی؟ من غضبناک شدم؟ این کار ناگهان شد. من باید نمیگفتم و سمی یک باره. گوش کنید خانم زهرا، مشکلی در سمی نیست، مشکلی در شماست. فهمو؟ با سمی فاتحه ساخته، با من ازدواجی ساخته، این چی گپ ساخته همه چیز شما ساخته است. دوملا من از شما عذر میخواهم. گوش کنید، شخصی عذر میپرسید اگه باشد آن هم من هستم. فهمو؟ من باید با بازی ازدواجی ساخته همراه نمیشدم. خفه نشوید خانم زهرا، من یک دوملایم. خیر دوملایم یک طرف، من انسان هستم. دوملا میبخشید من این رو با شما چند بار گفتم خانم زهرا، اما شما مرا هیچ گوش نکردید. مرا هیچ گوش نکردید. دوملا نکنید. گوش کنید، همه چیزی شما ساخته بوده میتواند، اما من ساخته نیستم. فهمیدید خانم زهرا؟ من حقیقت هستم. این بازی رو دیگر دوام نمیدیم. به هیچ کجا نمیروید. فهمیدید؟ من حالا با بابایم چی میگویم؟ ها؟ این چی گپ خودش؟ با زنگشتری رو به سرم میپرسید. من بد اخلاقی کردم مگر؟ چرا خاموش ایستاده گپ زنید؟ مگر این عمل ها به دوملا زیبنده است؟ نه. چی نه؟ باز به من مانند حیرت زده ها رفتار کرده شده. از پشت شما من حالا بدترین روزهای حیاتم رو پشت سر کرده شدم. ای وای این خدر هم نیوخه. شخصی که در این باره نداند گمان میکند که من گناهکار هستم. دوملا فریاد نزنید، بابایم میفهمد. کسشو نباید شنیدن گیرد. پروایی نداره. البته پروایی نداره. زندگی شما خوش است. دوملا خودتون رو فکر میکنید همین خیلی؟ چی؟ خودم رو فکر میکنم؟ خانم زهرا، من مگر برای خودم رو فکر کردم با شما ازدواجی ساخته کردم؟ دوملا گفتم که داد نزنید، تمام شنوند مگر همه در آخر نمیشنوند؟ حالا از شما میپرسم، لطفاً به من جواب دهید، مگر من برای خودم رو فکر کردم با شما ازدواجی ساخته کردم؟ ممکن خوبی کردید، من این را رد نمیکنم. میلش، اما برای خوبی کردتون این را شرط نیست که به سر من زنید. من این خیلی هوایی کار کردن رو دوست نمیدارم. چی انگشتری رو بود به سر من میزنید؟ هوایی؟ بله. بخیر است خانم زهرا، چه هوایی؟ من این کار رو به آخر میرسونم. فهمیدید؟ تمام شد. چرا تمام شده؟ نباید تمام شود. چرا از روی یک مسئله پشت به آخر رسد؟ نباید به آخر رسد. چی میگویم؟ تنها شما یار رو دوست دارید، ها؟ تنها شما در اطرافتان دوست دارید. عجبا من با آدمان چی میگویم؟ خیر تمام. پس لطفاً مانند کودک رفتار نکرده این انگشتری رو به دستتون اندازید. شما حالا هم انگشتری رو تشت دادید. قرارم رو دادم، خفه نشوید. من میروم. به هیچ کجا نمیروید. مرا به درد و غم گرفتار نکنید. درد و غم؟ حالا با شما رو با درد و غم گرفتار کردم. بله، مرا به درد و غم گرفتار میکنید. نه. پس از تن انگشتری میروم گفتنتون این چی گپ خودش؟ مگر این درد و غم گرفتار شدنی؟ با خدا اکنون شما چه خیلی که فهمیدن گیرید خانم.
ایستید نروید بالا گپای من تمام نشده است اما گپای من تمام شده. شما چی گفتن میخواهید؟ چیزی که گفتم همش آشکار است. با من داد نزنید دامولازیو. شما داد نزنید خانم. شما اینقدر به وجدان هستید؟ اومده باز به وجدان شده من؟ بله به وجدان هستید. نه بینید حالا شما داد زده ایستاده. رفتار کنید که به دامولا زیبنده باشد. این چی علاقه دارد؟ بسیار علاقه دارد. یگان دامولا این رفتارهای کرده شما را اصلا نمی‌کند. بس است آخه دامولا بس است آخه. نفهمیدم شما چه خیلی از یک چیز خردکک واهمه میکنید؟ خردکک؟ بله خردکک. لیکن واهمه کرده استید. گویا که ما در حقیقت فاتحه شدیم، گویا که ما همدیگر را دوست می‌داریم. این خیلی رفتار کرده استید. بسیار چیز عجیبه. البته دوست می‌دارم دیوانه‌وار دوست می‌دارم مثل مجنون عاشق هستم. یگان گپ داری؟ چی شد؟ حیران شدی؟ بسیار حیران شدم دامولا. یعنی این ناممکن است. بس است زهرا میفهمی بس است. در حیاتم یگانه حقیقت تو هستی. تو رو دوست می‌دارم. در حقیقت بسیار حیران شدم چی گفتنم را نمیدونم. حسیاتت رو هیچ معلوم نمیکرده به خدا آفرین. حسیاتم رو معلوم نکردم؟ البته عزیزم اگر با دختری که حسیاتش از بین رفته است عاشق شوی عاقبتش همین است. دامولا مگر من حسیات ندارم؟ برای به حسیات شما جواب دادنم من باید حسیات داشته باشم و شما فکر میکنید من ندارم. زبانش برو چشم نرسد. حاضر جواب است همیشه. دامولا التماس بیایید حقیقت پرست شویم. مگر من به شما زیبنده یک به خودتان نگاه کنید و یک به من. عاشق شدید. این همه رو خیال کردید ها؟ به شما عاشق شدم. عشق هم باید منطق داشته باشد عزیزم. عشق هم باید منطق داشته باشد. در جایی که عشق هست مگر منطق میشود نه؟ منطق خاموش شده قلب گپ میزند. شما مگر یگان بار با قلبتون گپ زده اید؟ شما در حقیقت نفهمیدید دامولازیا جان. مانند آن رفتار میکنید که گویا ما در حقیقت فاتحه شده ایم و همدیگر رو دوست می‌داریم. خانم زهرا بس است آخه. بیایید تکرار گپ زده یکدیگر رو نرنجانیم مالش. سرمه. چی شد با من؟ مرا کی زده باشد؟ اکنون که بودن هزار سیاه را فهمیدی؟ زاغی سیاه ربه شدم لیکی بسیار سخلت تو کوبم کرده. دامولا با من چنین نمودار می شود که شما به این بازی بسیار داده شده اید. چی؟ این رو تنها برای خسر شدن بابایم کرده ایستادید. همین طور نی؟ اما شما مانند آنه که گویا من فاتحه شده اصلی شما هستم بردوام مرا گناهگار میکنید. حقی مرا پایمال کرده ایستادید و حالا از من باید عذر پرسید. چی؟ عذر بپرسم؟ بله عذر پرسید. در اصل شما از من باید عذر پرسید. زاغی سیاه کیست؟ او چرا مرا را دوکو کرده؟ من چیکار کردم؟ سلام. میبخشید و من چرا از شما برای یک کار پوچ و به معنی فهمی کرده عذر پرسم؟ یا خدا ممکن است همه درو گفته باشد. هر گفته من احمق یگان چیز گفته است اما شما رد نکردید. شما در آنجا میگفتید که نه جناب من فاتح شده من دامولا زیا گفته نتوانستم چون که سمی کار علاقه به آخر رسانده بود. علاقه گفته بود هیچ کار کردن نمیتوانستم. البته که او را جنگ کردم. سلامت باشه جنگ کرده بود است. هر چی کار میکردم دامولا زیا در نزد آن آدمان جدیت و راستی رو از دست میدادم. همین خیلی کردم. جدیت و راستی بوده است. خانم زهرا با شما یک چیز بگم شما در اصل امروز دامولا زیا را از دست دادید. یا خدای توبه چرا برگشت موضوع رو به از دست دادن و انگشتری پساسا میارید؟ زوره کردنم آخر به شما معلوم است کو؟ با خدا من میروم خانم زهرا. زوره کردن شما را هم نمیخواهم. نمیروید به هیچ کجا. منش ای حلقم خوک شده از فهماندن شما بازی رو برای خونه خوردم. به هیچ کجا نمیروید.
از من عذر میپرسید؟ ابا بله دوملوزیو شما چی رو انتظار؟ اول عذر میپرسید بعد این انگشتره رو با انگشتتون میاندازید. کمی جدی میشویم. جدی میشویم. چی نفسن؟ آنها جنگ دارن؟ دنبالای تیموسین انگشترین رو اندازید مرا در نزد مردم شرمنده نکنید مونده شدم. خانم زهرا مگر شما نمیفهمید من این انگشترین رو پرتافتم. باز به اول آمدیم؟ به اول نه آمدیم به آخر رسیدیم. دنبالا شما جدی میگویید؟ من به آدمو چی میگویم؟ با خدا این رو هنگام با سمی بازی کردنتون فکر میکردی؟ از پشت من آنها جنگ دارنده؟ زورکو دنبالا با شما چند بار این مسئله فهمونمه؟ سمی برای خلاص شدن این کاری پوچ را کرد. باورم نمیآید حالا هم رو پشتیبانی میکنی. سرم حیران شده. شبتان خوش دیگر این موضوع رو کشاله نکنید. یعنی قرارتان را دادید؟ بله. من با بابایم چی میگویم؟ با خدا این رو پیشتر فکر میکردی؟ آخرون گفتن همین است؟ بله. شما چقدر انسان سنگ دل بوده اید؟ چی شده باشد؟ آنها جدا شدن؟ به خدا هیچ چیز رو نفهمیدم. یا بسم الله. خیز کنی؟ حرکت های ناجان نکن زود تیار شو میرویم. که اینجا از کجا خیسته؟ با زهرا جدا شدیم کار به آخر رسید از اینجا میرویم. آبا چه جدا شده؟ بله برادر جدا شدیم. خدایا سلی محو شدم سلین. چی شد زورو؟ داملازیو انگشتری رو پرتافت. چی؟ داملازیو انگشتری رو پرتافت و خیر از پشت این سمی بالا زده این رو که رو بی بسرم آمد. آخی برادر دو روز پیش فوتیه شدی در رستوران این قرقز من بفایده بودم. خاموش شو شوکت بسیار گپ نزن زود میرویم. کیلاس آخی تو عاشقی واسه چخیل رو پرتافته میروی؟ چخیل عاشق پسرم چخیل عاشق نمیبینی آخر دختر ما رو دوست نمیدارد. کیلاس لباسات جمع کرده ایستی گویا که جای رفتن تا میدونی. رئیس ساعت یک شب کجا میریم؟ عاشقانه خیلی نمیکنن. چخیل عشق ها؟ چخیل عشق با من فهمان عشق یک طرفه تا جای است. بس که پر کن هم قنوز میگینی که میگی که زورا زنک باشه این مرده. کیلاس بخدو پیشکیل میگن که ایجا بریم خور و زور میشیم در کوچه میمونیم. شوکت دیگر گپ نزن زود شو وقتمون رو نگیر برادر. برگ میشه. خیلی شوکت بسیار گپ نزن. بخشش یک چیز دیگر پرسم. ما با کجا میرویم؟ نمیدونم شوکت اما از اینجا با دیگر جا هر کجای باشد زود باش. ایت کجا میره با هم مسجد اصول دامون مسجد خواب کردم تا آز را گردام در میکنم. سرین من چی کار میکنم؟ اکنون با بابایم چی میگویم؟ زورو جان مرا گوش کن کمی آرام شو. دوملوزیو سر که خیست یکون کار کرده دیلشون یابی. سلین این خیر نیست. او چونان جدی می نمود که گویا از کپش دیگر نمی کرده.
زهرا رفته دوباره گپ میزنی، دیگر ایلاجی نیست. برادر اقلا بیایم با بوی اکرم خیر بگوییم ناآدمی میشود. شوکت در این شب یگان کس را بدور کردن لازم نیست. بعد زنگ زده میگویم برادر. خب بیا تو سهر بیسیم با میریم. اوه شوکت رفتیم میگویم وقتی مرا نگیر. تو هم چی قدر دورنده شدی؟ رنگ بومجو میگردیم شما دون مادر دست ما. راهگر ای برادر اصول خوب کردم گرده چپ مای کارمون این سال گرده راست مای کارمون با همینجا میبینیم. شوکت در این خنوکی آدمانی هستن که در کوچه ها خواب میروند. تو چرا اینقدر غرغر میکنی؟ ابا چه پیشکه بخیر با همین مچتا و خیر. ما را گوش کن. اون داملو از می چی شد؟ فراموش کردم که پرسم. برادر ما را او بالای اما آدم زد. لیکن همه قجیانی بسیاری داشته که همش همون جمع خورد و خوراک شده. در همین بیخونگی میگم برم همونجا خوب کنم. باز با او یکم حادثه رخ ندهد آخر من خواطر هستم. دامولا؟ هم کودکی که دربارش گفتی همیه؟ او ای قشیرینه که پدنالا چلی ها؟ بله شیرین است. در این وقت تو چیکار میکنی؟ تو خنک نمیخوری؟ بریم خنک از پسر. سیخ شدم هوای تازه برآمدم. خدایا توبه تو چه خیلی کودک هستی؟ یک اطراف رو بین کنی مانند تو یگان کودک با بیرون برآمده است؟ در حقیقت غیر همه و کلاس یگان کودک نیست. ای بچه ایدومی دوملوزیو نگرد و خیلی پدرت نباشه. به مغازه شیرینی ها رویم. این کودک ما رو گوش نمیکنه شوکت. نه ای سگره گوش کن. ای بچه تو خونه و در داری؟ در کجا زندگی میکنی؟ شیرینی های فستیوال بسیار زیباست. چشمانش باشد زیباتر. نه بعد چند خیالی میشه و تو رو نمیشنوه. این بیاداب بچه بده پدر مادرش هایمی؟ داملازیا داملازیا زیا جان زیا یا خدایا رفته باشه داملا زیا سیرین داملا زیا رفته چی؟ رفته است آخر نیست رفته است اکنون ما چیکار میکنم بلو سنه استاد باش سهر روز از پیشمون برام هر بپرس هجری چی میگی؟ استاد حکم جراحی پلاستیکی کردن چیست؟ بخیر است تو کجایت رو جراحی میکنی؟ توبه استغفرالله من جراحی نمیکنم استاد. هجری من با تو چند بار گفتم که سوالهای دیگر کس رو آماده نپرسن؟ سوال دیگر کس نیست استاد، از نام همه انسانیت میپرسم. یا خدا توبه درد انسانیت با تو مونده؟ چی می نویسی؟ درد انسانیت با تو ماند. یا خدا توبه در این سحر این چی بود؟ نویس هجری مدام نوشتن رو سر کردی دوام ده. حالا بین یک بنده حل کرده خدا را دیگر بندگان اگر دوست ندارند با آن کس از همین سبب جراحی کند گناهی این جراحی کردهش از اون نه بلکه از دیگران است. نوشتی؟ نوشتم استاد تمام. همش همین. بیا رفت. خدا راضی باشد استاد. سلامت باش. احمد بیاش من بوده من یکه شوکت عزیزان سمی در کجاست و کار رفت؟ نه یعنی برآمدنش را ندیدم بابا جون. با همه صبح بخیر. پسرم این عینک هاست کجا آمد؟ سمی تو هم با مانند فروخ نمودت رو عوض کردی؟ نه یانگه پسرم مگر با عینک آفتابی صبحانه میکنن مانند دیهاتی ها کنی عینک ها رو برار زود.
با تو چی شد؟ یگون چیزی مهم نیست. تو جنگ کردی چی؟ زهرا شما امشب یک جای نبودید؟ نمیدونم بابا جان، وقتی ما برام آمدن هیچ چیز نبود. من نبدیده ایستادم. سمی چی شد کنی فهمون؟ بیا با نزد دکتر رویم. نه با دکتر احتیاج ندارم. شب یک گذاشتم دردش گم شد. پسرم گپ را تاب نده، زود فهمان. خیر فهمونم که چیکار کردم؟ گرچه من این خیلی چیزها رو فهمونده تعریف نمیخواهم. تعریف میگویی؟ چی؟ مادامی که اینقدر مراق کرده میفهمونم. ما شب بازو رو خیر خوش کردیم. هنگامی رو گشتن 3 ماه زده یک دختر رو ناراحت کرده ایستاده بود. این احمق ها را ببین، اینا خر بچه هستن، خر بچه. اونا احمقن. خیر؟ البته که من هم به این وضعیت به دخالت نموندم. گفتم که کنی اینجا بیایه دختر رو سر دهید. چی شد؟ خیر 3 نفره یک بستر وجود کردم. البته شما اونها رو میدیدید چی خیلی افتادم. باید خیر دکتر به نظم آمد. اکا خدا راضی باشد گفت، رحمت گفت. البته که به من کمی ضرر هم رسید، اما بسیار خوب کردی. دختر را در آنجا تنها گذاشتن نمیتوانستی. به توی نش زیبنده است. آفرین. تشکر به شما. خیلی خوب. بسیار رفتاری نمونه‌ای. من با تو باوری زیاد داشتم. حالا باشد خودت را پورتر اثبات کردی سمی. این موضوع رو محکم کنی. من شرم کردم راستی. بینیده از شرم سوب سرخ شد. زهرا دامولازیا را دعوت نکردی؟ دامولازیو؟ بله. من چی؟ من دعوت میکردم به صبحانه. کردم بابا جان، کردم. مگر نمیکنم کردم. اما به کجا رفت است؟ چی؟ به کجا رفت؟ به کجا رفت؟ به گالری. راهنما شده است. چه لاگر بوده است؟ لاگر آموزشی. مفتیات برای دامولوهای مسجد با خوری نمیدونم 2 روزه یا 3 روزه تشکیل کرده. دامولوزی هم به همونجا رفت. این را سمینار میگن همینطور؟ همین خیلی. اینا. بله. خدای توبه. زیادر باره این به من چیزی نگفت؟ ای استواش فاتحه او شاید فراموش کرده است. معلوم که دین شب دامولازیا سخت رنجیده است. اینها خوب جنگ کردن. خوب بسیار هم خوب. چه مفتیات کدام سمینار؟ اون شب دامولای حقیقی نیست. با یکون سمیناری مفتیات نمیروند. میلیس لبای مادر. پدر در کجاست؟ من از کجا میدونم در کجاست؟ من از کجا میدونم؟ با پدر جانت خرید کردن رو میدونی؟ نمودش رو عوض کردن رو میدونی؟ خب نیست؟ پدر جانت هست کن؟ زود باش سیلین، زیا رو یافترمون در کن. اومدم جانم. دخترها کمی انتظار شوید، تلفنم رو گیرم. یک جا به آفیس میرویم. ما به آفیس نمیرویم سمی جان. خیر به کجا میروید؟ به تو تعلق ندارد. زهرا با من قهری کرده ای؟ بله قهریم. آخر من چیکار کردم؟ چه کار کردی؟ کارهای کرده در خاطرت نیست مگر یک فکر کرده بی؟ تو حالا هم در فکر دیشب است. بله حالا هم در فکر کارهای دینشبه تو هستم. بسیار غضب کردی مرا. حالا به عقلم درست نمیاد که چه خیلی این کارو تو کردی. تنها با تو کمک کردن خواستم. نکن سمی، کمک نکن. اگر همین خیل کردنی باشه بگذار ایستاد. رحمت. آخر میدونستم که تو اینقدر غضبناک میشوی این خیل کار میکردم.
гарчи туро небу ба фикрам мо домулозиёро ҳазамно кардем. ҳамзиёро ва ҳамаро ба чунон вазъияти мушкилӣ монде ки то ҳол ба хотирам ояд асабам вайрон мешавад. селин охир ту ягон чиз бигӯ аз барои худо. майлаш барои домулозиё айб шуданаш мумкин, инро фикр накардам. барои ман чизи муҳим ояндаи ширкатамо буд. ширкатро фикр карданат албатта хуб аст, лекин кошки ин вазъиятро ба мо гуфтам мефаҳмони самиҷон. майлаш хато кардам, узр мепурсам. барои маро бахшиданатон чӣ кор кунам? аз мо бахшиш напурса, аз домулозиё бахшиш пурс. аз ӯ узр мепурсӣ? бале, ба домулозиё чаро ин хел кор карданатро бояд шаҳр диҳӣ азизам. майлаш рафта аз ӯ ҳам узр мепурсам, аммо шумо маро мебахшед? аввал ту аз ӯ бахшиш пурс. эй, дар ҳақиқат ба чашми ту чӣ шуд? чӣ хел чӣ шуд? дар дарун ҳамашро фаҳмондам ку. он афсонае ки нақл кардӣ бовар карданашро аз мо интизор несте самиҳамхез? айнан самиҷон. ман ҳам ба дурӯғи шумо бовар накардам. биё рафтем селин, дер мемонем. сафия азизам равем. хайр сами. ҷабрдида. то бозди духтарҳо. خوب هستی سعید جان؟ خوبم. تو چی خیلی هستی شیرین نکن؟ نه، برای تو بسیار خواطر شدم. دیروز در کجا بودی؟ به خانه رفتم. به خانه؟ نفهمیدم. خانه تان در کجاست؟ چشم کبودک، از این شیرینی باز یک طبق دیگر میاری؟ البته که میارم، لیکن اول به سوال دومولو جواب ده. چی پرسی؟ کودک حتی ما رو گوش نمیکند. پرسیدن که خانه تان در کجاست؟ بله. چی کار میکند؟ من خانه او را میپرسم. ای تو کودک خانه نداری؟ یه کجا داره؟ نه یعنی خانه شخصی داره؟ از خودش نیست گفتنی بودم من. نه ما اون خیلی نداریم. اویله داره است. کودک داری؟ وای بخششو در مقابل یک سوالی پرسیده همون چند سوال باید از ما پرسی؟ سعید جون، دومولو اویله دار نیست، نه وقت فاتحه کردم. لیکن انگوشتری نداره. دومولو انگشتری نتان در کجاست؟ امروز چی شد؟ با فکرم در خانه وقتی طهارت کردنم در لبه جومک آب موندم. نمیدونم. مگر انگشترینی فاتحه ها رو فراموش نکنم؟ سیبل اگر من با تو فاتحه کنم انگشترین را هیچ گاه نمیبرم. شیرینکی من چای بیارم دومولو؟ مایلش یک چای بیارم. حاضر میارم. من چای بیمزه. با تو هم شیرینی میارم عزیزکم. بهترین هستی. تو یکون سوال دیگر نیافتی ها؟ و انگشتان دیگر رو نظر میکنی به تربیه. هیچ کس از من چیزی پنهان کرده نمیتونه. من سوپر قهرمان هستم. ای گم کن سوپر قهرمان نترو. برادر در بلا موندی با سوپر پدرنده روبرو شدی. تو خاموشی شبکت. بله دوم کنی گبزن از دوست داشته جدا شدی؟ های ای نخود پیش قاشق کاری خطا کن. با کاری کلانا چی کار داری؟ ها معلوم که دوملو هنیخ از دوست داشته جدا شده است، اما شما نمیخواهید که همه این را شنوند. ای خدا زنت را شبکت. ای دیوونه بوده و خدایی گریختن در کوره. گوش کن سعید جان، با من خیلی سوالهای نالازم هیچ معقول نیست. مرا فهمیدی؟ چی تصادف؟ من هم آخر با چرا کبودی زیبای صحبت موندگی چرا با شما بر این آدمان دلگیر کننده در یک میز نشستم. یا خدا این خیلی کودک است. این کودک ساخت نبوده برادر. عیناً مانند کودکیوی تو است. کلتکل از شهر. عجبا تو خوردی مرا از کجا میدونی شبکت؟ بچه گوره ترم همه جی موندو مخی. خوراکت را خور، خوراکت را.
مادر جان چیکار کرده ایستاده اید؟ دلیل جستجو دارم. چه خیل دلیل؟ موی زن، خوشبویی زن، چکی خورو، چکی جواهرات زنانه، آرایشات زنانه. آخر چرا؟ شیری نکن. میدونی پدرت نمودش رو عوض کرده است. با ورزش آغاز کرده. با کوچه‌گردی میبراید. آخر رفتارش نسبت من بسیاری باز شد. او آشکارا با خود اعتماد کنی سر کرده است. مادر بیاد با من نکنید این رو. آخر درباره همون پدرمو گپ میزنیم. تنها به خودش اهمیت دادن رو سر کرده است. تموم. من چیزی رو حس کرده ایستادم. حالا میبینیم انیق چیزی هست. زنی با عقل یک بار فریب میخورد. در مراجعه دیوم دستگیر میکنم. من حس کرده ایستادم انیق دستگیر میکنم. بیا تو هم با من کمک بکن دخترم. بسیار کار است. کاری بسیار. آخر فرق باور داری که به کار میآید. تو امروز به نزد یک چند متخصص روانشناس تراپیست رفتم. یگان تای آنها ما رو با همسرم آشتی نکنند. جمیل جان این تماما دیگر چیز است. یعنی این حادثه دیگر است. با خدا باور بکن من روزهای خصوصی‌ترین ازدواج سالم رو پس سر کرده ایستادم. یک به من نگر فرقی تماما دیگری نو رو نمیبینی؟ یعنی بله انا همین دامولوزیا و تو تمامی اصولهای خودشانشوی تو رو میدهد. یعنی همسرت رو زیر دست میگیری. انشاءالله فرق جان. در این اصلا پرسیدن رو فراموش کردن بسیار گپ زده. این دامولو در کدام دانشگاه استاد است؟ سوهش چیست؟ روانشناس است؟ جمیل جان کمی بعد جواب تمام سوالهایت رو میگیریم. خواطر نشو. کلاس جون سومم تمام شده. خطوم رو تشنه نمینیسی برام سودا کنم. شوکت با حضور دل صبحانه خوردمه بیا مانه. چه صبحانه؟ یا توبه این شودا کجا خوب میکنه؟ دامولازیا سلام علیکم آقای فرخ. دامولا شما را با رفیقی جانیم جمیل جان شناس میکنم. جمیل جان این دامولایی که دربارش به تو نقل کرده بودم. دامولا از شناسایی اما بسیار شدم. فرخ شما را بسیار تعریف کرد. چی رو تعریف کرد؟ متخصص مناسبت‌های عائلوی. کی بودم؟ دکتری عاشقی. دامولا اکنون خیلی خاکساری نکنید آخر. یعنی از توصیه‌های به من داده شما همسرم با مانندی روزهای اول عاشق شد. آخر به من چون گذشت دارد فهماندن ناممکن است. من هم به یگان صفت شما را توصیه دادم. خوب کردی. دکتر از سببی که اولین بار من با راهی سنی کودکدار میشوم آخر در اول نتیجه مثبت شدنش را فکر نکردم. یعنی بسیار مشکل است. آدمان یک چند بار میسنجند. در دفعه آخر به نتیجه رسیدگی ها است. البته که من این را یک بار دیگر با اون مصلحت میکنم. یعنی من به همش تیارم. در حقیقت تیار هستم. یعنی باری اول است. این باری اول کاری زود حل شونده نیست. مشکل است. اینها یک دوگانه من در دفعه چهارم حامله شد. علاوه بر این انسان روحت باید به این تیار باشد. در حقیقت بسیار کاری مشکل است. یعنی من برای سنی صاحب کودک شدن میخواهم. اما اگر نشود هیچ گپ نه. خانم حامله دار هستید. چی؟ حامله دار هستید. من؟ بله. در حقیقت عجبا بله چی تو فگرم کرته گیرم. کرته بسیار دارد. پای افسال گیرم. آخر خونه پر از پای افسال های او. چی گیرم یک فکر کن. یکان چیزی ارزشناک. چیزی زیبا. بیا سردارم شناس شوید. این کس همکاری نوام. نه سربیناز سردارم. انا آقای جمیل چی مشکلی داره؟ داملا من میخواهم با همسرم مانند پیشینه حیات به سر برم. اما مانند وقتهای پیشینه با او مناسبت کردن نمیتوانم. چی کاری نکنم؟ یعنی در خلق غضبناک میشود. دو فقام برداشته جنگ میکنند. یعنی مسئله همین است.
با وضعیت شما بسیار مانند است. عیناً دوملو. دوملو التماس مرا نجات ده. من همسرم را بسیار دوست می‌دارم. آخرین بار با همسرتان چی اتفاق افتاد؟ آخرین بار ماشین مدل آخر را گرفتم. این خیلی ماشین‌های آخرین مدل و قیمت از این پس نیست، فهمید؟ مالش دوملو، پس چی گیرم؟ مربای ارگانیکی. با زنها محصولات ارگانیکی بسیار مقبول است. میروید به همسرتون میگید که انا گیر عزیزم با تو مربای ارگانیکی گرفتم، این رو با دسترخوان گذار با نان مزه کرده میخورید. مالشو باز چی کنم دوملو؟ باز همسرتون رو رشک میکنید. با کی دوملو؟ خدایا توبه، مگر اینش رو هم من گویم می؟ دوملو، من یک کاتبه دارم مانند منیکین. ها. با او رشک کنم؟ های این چه دوملو است ها؟ نه آقای جمیل، شما چی کار میکنید؟ من این خیل کنید نگفتم. اگر این خیل کنید همسرتون شما رو در حال پسی در میکنه. فهمیدم دوملو. آخر شما با یگون کسی شناستون کمی نزدیک میشوید، چنان میکنید که گویا با او اهمیت میدید، میرقصید، بازی میکنید، همین خیل کارها رو میکنید. یعنی چه رقصا؟ سالسا، بچاتا، والس؟ بچاتا مچاتا نمیشود. این رقص ها بسیار صمیمی میباشند. نباشه چی کار کنم دوملو؟ حالا برادر عزیزم دانسته باشید که صداقت، حرمت و محبت زن و شوهر نسبت یکدیگر البته یکی از اساسهای مهمترین جمعیت را تشکیل می‌دهد. چه دوملو؟ دین ما قهرگی بین همسران را هیچگاه خوش نمیپذیرد. دوملو؟ حالا باشد همچون دوملا وظیفه اساسی من این را گشته و برگشته به انسان‌ها فهماندن است. الان همین که رقص سلسه کنید. چه خیلی یعنی؟ این رقص موافق‌تر است، دیگرانش را نکنید تا ویرانکاری نشود. باز چی کنم دوملا؟ اومد اهمیت عائله در دینمان بسیار کلان است، اما متاسفانه البته آدمان عین زمان به این به طور خوب اهمیت نمیدهند. البته دوملا، من هم آخر برای همین آمدم. من با عائله‌ام بسیار اهمیت میدهم. من همسرم را بسیار دوست می‌دارم. البته که اگر بین زن و شوهر حرمت و احترام و محبت نباشد، اهمیت عائله از بین میرود. با این دقت دادن لازم. الو؟ مایلا شویر بگوید. برادر شما چقدر که میخواید رقص کنید از سلسه اثر کنید، بعد به رقص تانگو میگذارید. تانگو؟ اوی برادر این در یک گفش نمیستد. هیچ خیلی دوملا است. این نفهمیدم. ای خدا. تانگو هم بازی کرده میتوانید. مثلا همسرتان شما را در یگان جا هنگامی با یک زن رقص تانگو کردنتان را بیند، از محبتی که به شما نشان نداده است پشیمان میشود. دوملا کاشکی. یعنی حالا خواهر عزیزم، آخر شما مرا با وضعیت ناگوار گرفتار کرده ایستاده. چه دوملا؟ برادر عزیز، شما این ریسپت رو استفاده نمایید، بعد از اون آماده با نتیجهش نظر میکنیم. فراموش نکنید هدیه قیمت نمیگیرید، از محصولات های ارگانیکی خریدن رو دوام میدید، رقص کردن رو فراموش نکنید. مایلش دوملا فهمیدم. این دوملا بسیار خطرناک است. سیوال رو از این دور کردن در کار است. چه خیل میکنیم ما؟ تشکر زیاد دوملا. دوملا خط خدمتتان چقدر است؟ مگر خیل میشود. یعنی آخر آشتی کناندن عائله وظیفه من است. دوملا، من تا امروز به نزد یک چند متخصصان رفتم، اما یگان تای آنها به درد من دوا نشدن. بسیار منتظرم از شما. شده نمیتواند. ما از جهت عملیش داخل میشویم به این کار. عملی گفتید؟ یعنی از جهت عملیش داخل میشویم، چون که این خیل کارها با نظریه نمیشود. ما باشیم این راهها را استفاده میبریم. فهمیدم دوملا. من گفته های شما را نقطه به نقطه اجرا میکنم. برای این باز به شما تشکر زیاد دوملا. تا بازدی. استغفرالله. تا بازدی. دوملا بسیار کار ثواب کرده. خداحافظ. و شما روزی خوش. آفرین مولای زمانوی. شوکت، این نمی که احمق
از سحر باز همینجا بود. من از کجا دونم برادر؟ مگر من در خفنم چشم دارم؟ اهمیت ندادم. تو من با یکون چیز اهمیت نمیدی. من یا اینکه تو بچه همون آدم پولدار بود و پیش اومده توصیه دادی چرا پولش نمیگیری؟ یگام چی نداریم. چی اینقدر با پول چسبیدی ها؟ چرا پولش رو گیرم یا خدا توبه. های کلاس چه زندگی میکنیم؟ چه در بین آدمون که دکتر عشق شده ای بود توصیه میدی پولشون رو نمیگیری. بچه دکترا برای یک سلام کردن پول میگیرن. شوکت سرسدگویی رو بس کن تا با نمیبینی در اینجا با یک حضور ایستادم. مربوی ارگانه که گفته دکتر را عشقشی خودش رو داشته باشد به سرش میمالد. اگر من دکتری عشق میبودم ظهور رو با خودم عاشق نکردم. ای برادر بیا تو توصیه دادن گیری قبل کار کنیم. با این قابلیت تو پول کار کرده میشم برادر. شوکت سرسدگویی رو بس کن. چه قابلیت گفته ایستادم آخر دوی ما از روی همون فروخی کرد. پولیم با من رشک کنه داملا. پولیم باز من رو دوست دارد فلان گفتن. شما زهره رو با چی حال آوردید گفته. این چی علاقه دارد؟ بسیار علاقه دارد برادر. تو آخر مگر روزباز شهر نیستی؟ یا خدا توبه کنی همانه. زهره آخر من رو دوست نمیداره. این دیگر موضوع است. اینش نیو برادر. چون با آدمان پولدار روبرو میشوی به همشون کمک میکنی. چون با من روبرو میشوی مرا جنگ میکنی. شوکت گوش کن باز سر نکن به شوخی که در اینجا پاره میکنم. ابا چواز میشه. چی میگویی پسر؟ تو چرا از قفای ما اومدی؟ چی با ما میایی؟ از راه گذشته ایستاده بودم. گفتم که یک سلام دیم. سلام نگفتن مردانگی نیست. عیب میشود. خرگوش این سگی کوچه هر کجا پیدا میشود. از کجا دانم من؟ خیر زود را. حالا هم زیبا هستی و نه؟ تو میدونی که از پسی سرداری تو دختران مکتب پلیسی خیلی میدویدن؟ این خیلی عزیزم واهمه میکنی. او زنی بدبخت کی بود است که خفای کس میدویده است؟ واهمه نکن. چرا؟ هیچ واهمه نمیکنم. ای آخر از پسی تو موی سری چند دختران خنده پرتافتم. معلوم میشه که این دختر در اکادمی امروز کرونر عاشقی میکرده است. سرویناز به خاطر آوردی وقتی ختم کردنمون یک دوست بود اول او رو باید دستگیر میکردیم. البته در خاطر دارم. چی بود؟ عظیم ملایم خنک. در سالی ختم کردن ما عظیم ملایم خنک را ماشین زد و او وفات کرد. ما با اون نباشیم از دستگیر نکردن او غمگین شدیم. روز شک. اما در حقیقت شخص زیرک بود. وای عظیم ملایم خنک. درست خیلی زیرک بود. مانند کالتا کلاسی ها زیرک. کالتا کلاس رو تو از کجا میدانی؟ را همه میدانند. مقصد اساسی من اون خزنده رو دستگیر کردن است. با اجازت شما. این زن کیست؟ این بسیار زنی خطرناک سردارم. برای چی؟ دلینت دختر نسبت شما بد بوده است. موی سر دختر را میکند از با. پسرم وای در گذشته بود. تو را مامی معلمه را دوست می‌داشتی ها؟ پسرم خیر میلش زمان یک جا بودیم. اما این در گذشته بود. سردارم این زن خطرناک است. بمب. پسرم سفسطه نگوی. چه خیلی بمب، چه خیلی خطرناک. سردارم یک چیزی هست که این زنی خطرناک و شما رو با هم میپیوندد. چی بود اصلا؟ کالتا سردارم، کالتا چون درباره کالتا بحث میکند چقدر در هیجان میافتد. ماند شما حالا که انگار حل نام کالتا رو حتی شنیدن نمیخواد. احتیاط کن سردار. این زن رو دیده باز ینگه حله را فراموش نکنی. سفسطه‌گویی را بس کن. من کوشش دارم که حله مرا ببخشد. تو چی میگویی؟ از ما یک گفتم به سردارم با گریه کردن نیایی. دوشا به عقل. مایلش لب نیست راما. تقام میگم با خفه نشوی. هرچی زودتر با اون گفتنم لازم. کشتی همراهمون گردن بعد میگرفتیم. ببخشید. مرحمت. دوملازیو در داخل است؟ وقتی نماز نیست. وقتی نماز می آید. مالش خیر. تشکر زیاد. زورو نمازی بعدی ساعتی چند باشد؟ سیلین چی سوالی به معنی دادی ها؟ مانند اونی که اتوبوس ساعت چند می اومده باشد؟ مادامی که اینقدر میدونستی من رو در وقتی نماز می آوردی. خوب که تو با دوملا فتیه شده ای و سرمون آدمی دیندار شدی ماشاءالله. ای چی علاقه دارد؟ علاوه بر این اکنون مفاتیح شده نیستیم متاسفانه. برای همین در اینجاییم.
اون چی است که در سرت نگذاری؟ پسرم من دوملا هستم. دوملای مسجد. خیرتون را. اگر مرا در سر کوچه میدیدی سلام میدادی؟ خدایا توبه. الکی دیدم. خیر روکن. همون در سرت بوده رو با من ده؟ آخر پسرم این بازیچه نیست. همین خیر دادن نمیشود. تو پدر و مادر نداری؟ دارم. آخر خواطر میشه من زود رو. این کمودی من است. پسرم در حقیقت با تو سر به سر شدن نمیتونم. سرم ویران شد. پس تعمیرش بکن. نخیر. برادر این پس مونده که؟ از کجا دانم میپرسم نمیگوید زود با من روبرو میشود. ای صغیره همین تو خانه و در داری یا که رنگ ما به سایه بیا بریم؟ من که خواهم میروم و بودن شما احتیاج ندارم. کاردار نشوه. گوش کن پسرم تو از ما چی میخواهی؟ هیچ چیز نمیخوام. برادر این خانه اجاره میشنوده کو کویا بینم ایست من همه باید. سلام علیکم. صاحب این خانه رو میشناسی؟ میشنو. کی است؟ او منم. چندی است؟ 2000. 2000؟ آها. تو این را یک طرف گذار و یک نرخ خوب گپ زن. یک تین ارزون نمیشود. تو هم بسیار به حساب بوده یمک. پسرم تو همراه نشو. آخر من به ولی کودک دور نمیدیم. خفه نشوید. این کودک از ما نیست. علاقه نداریم. این کودک شما نیست؟ نه. کمی پیش پسرم گفتید. من همه خیلی پسرم گفتم. یعنی همچون پسرم گفتم. این کودک رو میشناسی؟ در همینجا زندگی میکند. من کجا شناسم؟ یکم بور میبینم. پدر مگر برای من این قدر دروغ ارزنده است؟ پدر گفت. کی رو گفت؟ شما رو. چی گفت؟ پدر گفت. کی رو گفت؟ تو کی رو پدر گفتی؟ سعید کدی جواب ده. تو کی رو پدر گفتی؟ بی نامش رو هم میدونه. من حتی نامش رو نمیدونم. باز میپرسی که کی رو پدر گفت. نام کودک رو دانسته پدرش میشوم مگر. سعید ای برادر ما از 7 پشت این کودک بذاریم. ما قطعا برادرم تاقیم. مالش شاکر بگذار نمیگیری. مالش کن نمیگیری. تو برم 1000 نمیکنه آخر با ما معقول نشدیم. با ما مشکل نمیاد. مرا گوش کن. از قفای این کودک رو چرا اومد پدر گفت؟ از کجا دانم؟ یا اینکه از من بیخبر کودک داشت شدی؟ مالش رفتیم. سلام. ما به نزد داملازی آمدیم. در اینجا نیستن؟ در اینجا بودن. کمی پیش بر اومدن. با کجا رفتنش رو نگفت؟ نه. اگر بسیار خواطر شده باشید با او زنگ زنید. یک لحظه. شما مگر جدا شدید؟ داملازی و انگشتری نداشتن؟ بخیر است. شما با هم دیگر موافق هم نبودید. بخیر بودن نبودنش را است پرسید. ایرا و برای ما جدا نشده ایم. به هوس نخورد. من چرا هوس میخوردم؟ داملازی است میشود گفته. در فکرم نبود. این همش از تقدیر وابستگی دارد. به شرم. گفت زنیش رو بین. زن اگر کمک شرمیدش خوب میشد. از هوس خوردن مردی فاتحه شده شرم نمیداری؟ تو رفته با شوهر جاسوست سر و کار گیر و تو تنها او میزیدن. مرا گوش کن. رو از اینجا. مرا گوش کن زورو. اگر این دختر با دامولازی جدا شدنت رو فهمد هیچ کس مانع شده نمیتواند. اگر دامولو رو از دست دادن نخواهی زودتر باش. میدونم سلیم. شو دیگر گپ نزن. سلام. بیا افراجه بیا هیچ کار نمیکنه. مالش فرا آخر هیچ کار کردن نمیتونید. من سوپر قهرمان هستم. مدام که سوپر قهرمان هستی چرا میگریزی؟ شما از من چی میخواهید؟ ما از 7 پشت تو بذاریم. تو چی به این دامولازی رو پدر گفتی ها؟ شوکت درباره او مرا پسرم گفت. من هم به او یگان چیز گفتم. او همه خیلی گفت آخر. من همه خیلی میگویم. نه نباشه در حقیقت نگفت. حتی این کودک گپ زدن نمیشود. گپ رو گوش نمیکنه. چی شد؟ قهر کردی امک؟ بین انا تو رو هم گفتم. تو چیزی خواهی و مثل دامولا شد. نه پسرم در نزد همه پدر گفتن امک گفتن درست است نه؟ آخر برادر تو این خیلی نگو. امک بجوی پدر است کو. شوکت بازن در حقیقت درباره تو شوخی میکنه. ای کودک چخلا من آخر از آن شخص بسیار نفرت دارم. کودک قبول نمیکنه. سعید جان
پسرم پایان فرا این خیلی داد و فیقان کرده گپ نزنیم. آخر در تمام محله شرمنده شدیم. آخر کار ما رو هم ویران کردی. لکن بسیار قیمت گفتید کو؟ بابا ما با آن شهر سودا میکردیم. کارت چی پسرم؟ انا بیل با پسرم گفتی من هم از این کار غضب نمیشم. من نام دارم. مایلش نام داشته باشه کنه تیزتر پایان فرا. بیا فرا. دیگر نمیگم. مایلش بیا. این دفعه انیق آنها از یک دیگر جدا شدند. کی؟ البته دومولا زیا و زهرو یک رفت. باز این راست کجا برآوردی سیول جان؟ آخر آنها ناپاتیه شدند. شنیدم آخر. تو خواستت رو شنیده ای یا اینکه چی دانم به گوشی تو همین فیلم آمده است؟ امروز زهرو به اینجا آمده دومولا زیا رو میجست. دومولا زیا ناموافق بودنی آن دختر رو فهمیده انگشترینش رو پرتافت. عجب خوب کرده. حالا باورم نمیآید. با غمگینی و درد انسان‌ها چقدر خرسند میشوی. علاوه بر این او در فاتحه است و آدمی فاتحه شده نظر کردن موافق نیست. دختر با اون موافق نبود. خوب شد که جدا شدن. حیات دیگران چرا اینقدر ما رو سرگردان کرده است؟ من این رو نمیفهمم. با تو چی به تو چی؟ میبینم از جدا شوی آنها تو بسیارتر غمگینی. درد دیگران به تو رسیده است. مرا غمگینی دیگران خرسند نمیکنه. تو رو چی؟ من خرسند میشوم. یگان گپ داری خرسند میشوم. تو با غیر از من خرسندی دیگران رو فکر کن. آفرین. آخر تو به جایی که مرا فکر کنی چرا زهرا رو طرفداری میکنی؟ نفهمیدم. من یگان کس رو طرفداری نمیکنم. تو به فکرم همش رو آمیخته کرده ایستاده ای. بله به تو راست میگوید سیول. این رفتار کردن خوب نیست. شما دائما او را طرفداری میکنید گویا که او دختری حقیقیتون است و من خواهر او گییتون. سیول تو چه گپ زده ایستاده ای؟ به حقیقی و اوگای گفتنت باورم نمیآید. تو خواهر حقیقی من هستی، اما به تو هم دختری حقیقی هم است. حتی یک روز هم نگذاشتم که دختری حقیقی نبودنش رو حس کنم. میدونم. من هم تا این دمی خیلی سکره بودم. انا دیدی چیکار کردی؟ خرسند شدی اکنون. سیوال چیکاری کند با من معقول است. سخنهایتان را دانسته گردنید شما. فراموش نکنه. من نمیگذارم که مادر و دختر به سیوال هجوم کنه. سیوال جان من همراه تو هستم. نمیگذارم که یگان کس تو رو رنجاند. اما من سری تو رو میده میکنم. با کارهایی که به تو تعلق ندارد کاردار نشو. فهمیدی؟ دفع شو از اینجا. سیوال هرگز من از تو رو نمیگردانم. یک روز به قدر من میرسی. فهمیدی؟ سیوال رو غم ندهید. نابودت میکنم. خدا من آخر رو میپوشم. قهوه آوردم. اوه دستانت درد نکند. نوش جانتان شود. تشکر. منت دارم عزیزم. تقدیر را بین اونال جان. بعد سالهای طولانی باز ما را رو پرو کرد. خیلی خوب شد. تو را خیلی یاد کردم. تو اینجا چی کار میکنی؟ اونال با معشوقات بخوری داری؟ حاله زنک جان؟ من به اینجا تعیین شدم. اکنون در اینجا کار میکنم. چی؟ تو با اینجا تعیین شدن این را تأمین کردی اونم همراه هم گرفتی؟ بله یا نکن شد اکنون خاموشم اونم. من اینجا برای گفتنی خبری آمده بودم لیکن تو با اون نمیارزی. های خودم تو بله جانم یک لحظه ایست. برای زودتر برای مالش اکا مالش دیگر به اینجا نیاید. کودک نفلا بوده است. انا بین از پشت تو حتی اجاره گرفته نمیتوانی. این خونه نمیشود. یا توبه. ای بچه تو چه کودک هستی؟ خونه را به ترتیب کردی. باز رفته صاحب خونه را زدی. تو کودک به عقلی چیته؟ سوپر قهرمانم. سوپر قهرمانی او چت؟ من نفهمیدم که برای چی طرح پدر و مادر پرداخته بودن. اوجا کیف صفا کرده گشتم موجه عدمیتی میدویم. بیا رفتیم برادر باز خانه کارتان نمان بازیم. دامن زیر من هم بدی داره شما آمده ایستادم. این دختر به تو نگاه دارد. چه خیلی دختری زیبا با این خیلی مردان نظر میکنند. تو چقدر شیرینه. کسی از سلام زهرا.
داملازیا این کودکی است مهمانتون؟ من مهمون نیستم. تو هم بسیار زیبا بودایی. تشکر سلک. لازم نشدین؟ کودک ده. شما برای این یک دختر زیبا با دامولا چی کار دارد؟ نفهمیدم. ما با دامولا درباره یک مسئله جدی گپ زدن میخوایم. همه خیلی دامولا؟ نه من گپ ندارم. خفه نشوید کمی کار تجلی دارم. چرا گفتنی ندارید؟ دامولا اینقدر کار تجلیتون چیست راستی من همه را ظاهر کردم. خانه جستجو داریم اما هیچ کس به ما خانه اجاره نمیدهد. پس به دیگر جا کوچیدنی هستید؟ بله. دامولا مگر این خیلی فوری قرار دادن به شما میزیبد؟ خانم زهرا خفه نشوید، یعنی تکرار و تکرار گپ زده بحث کردن نمیخواهم. گپ میزنیم گویا که بحث کردن به من هم پسند است. زهرا جان کمی آرام. چرا گشته و برگشته یک مسئله رو میکشوی؟ میکشه فهمیده؟ هر گونه مسئله خواستم رو میکشه فهمیده؟ حلال بود. پسرم همراه نشو. چرا دخالت نکنم پدر جان؟ چی؟ پدر جان پدرش هست شما چی؟ نه این پسری ردنویش نیست، هرچی گفتن میگیره. منم گاه عمق میگه. سعید چرا تو باز سفسطگویی رو سر کردی؟ من تو رو آگاه کرده بودم. دامولا چی شده ایستاده؟ لطفا به من فهمونید این کودک کی است؟ با خدا که نمیدونم. چی نمیدونید؟ مسخره نکنید و جواب دهید این کودک کی است؟ خواهید نشوید با او کسی نمیشوم. تنها مرا پسرم بود برای همین غضبناک شدم. میگفتید که شما با او کی میشوید؟ فوتیه شدهش هستم. نیست. فوتیه شده هستم. در فکرم دامولا راست میگوید. مانندی تو بر این یک دختر زیبا با این دامولا فوتیه کردنش ممکن نیست. فوتیه شدم بود. نباشد تو این خیلی دختر زیبا رو ترک کردی. اگر من جای تو میبودم باز آنو زده از او عذر میپرسیدم. دوامت نمیخی میشود. تشکر ایسی. حکم سرم خاموش شم یا تابم. جدا همشایی مشکلی نیست. مانندی تو یک دختر زیبا اصلا تنها نمیموند. ای خاموش شبه ای خب کنه. کودک همیشه حقیقت رو میگوید. من میروم با خدا ناراحت شد. نیستو با کجا میروی؟ مایده خیمان بریم مایده پیش در حیوان. زهرا جان اینقدر کودک شیرینه؟ مرا گوش کن باز رفته به محله آوازه نکنه. اوه سیرینا. برادر من کمی رفته در نزد ساحل هوای تازه گیرم که مونده شدم. آخر در همه خونکی در آنجا چیکار میکنی؟ ای در این هم مسجد لای بحر گرمتره برادر. خوب خیر رو. تو چیکار میکنی؟ چی کنم شوکت؟ رفته کمی نماز خونم. خدا قبول گرداند برادر. تشکر. خوب نباشد من هم مغازه شیرینی ها میروم. با سوال نشینم. رو اما از من دور ایستا و چیکار میکنی بکن. یا توبه. برادر پدر و مادر این کودک اینا نمیگفته باشم به خدا حیران شدم. بیا مانشیش رو مراق میکنی حالا یگان چیز رو فکر کردن نمیتوانم. باز با کودک سر و کار داریم. یگان چیز رو فکر نداری؟ زهرا را هم. بله شوکت زهرا را هم. برادر اما او همیشه در فکر تو است. من رفته یک چای نوشم. خیر شوکت رفته پانتا منوشی کولا منوشی چیزی منوشی رفته نوش. برادر در حق من دعا کن خدا نمازات قبول گرداند. تشکر. از راستی خانه جستجو داره. باید یگان کار کنم سلی. مرا گوش کن زهرا باز رفته به گپ زدن کوشش نما اما هیچ خاموش نیست. آخر به جایی که از او رفته بخشش پرسی بالا هم بحث میکنی. بیدار شو. چی کنم سلین جان؟ او همه رو عصبی میکنن. به خدا ای بر تو است. کبر و غرور رو یک طرف ماند. بیا در حقیقت مانندی دو عاشق جنگ میکنید. عاشق نیستیم خیلی جنگ میکنیم. اگر عاشق میشدیم چیکار میکردیم؟ من هم دیگرمون رو میکشتیم. انیق به خدا انیق. وای شوکت. وای برادر تو کی هستی؟ های منم احسان از محله. برادر توی ریش موندی نشناختم. خیلی سوزی.
تینجی؟ درست کردیم. تو چه خیلی دیگر در اینجا نمیتوبی؟ توبه کردم برادر، دیگر نآمدم. ای بیامانی خودت رو کجا دور کردی؟ با سرت رو به یگان بلا گرفتار نکرده باشی؟ نه برادر، چه بلا؟ همه خودم رو کمتر از اینجا دور کردم. خیر میلش، یک بازی میکنیم. نه برادر، توبه کردم، بازی نمیکنم. ای بیامانی بازی کنیم چی میشود؟ چی شد؟ ترسیدی؟ شوکت؟ با ترس گرفتار می شود؟ وای پسر این خیلی گپ نزن، تنها بازی نمیکنم، توبه کردم. شوکت بمیز. سلی از نماز خفتن میبراید باید او را دریاب کنیم. مرا گوش کن زورو، آرام باش میلش. آرام باش میلش می. آخر عصبایم خودش ویران است. با اون یک رم آخرام بر گپ میزنم. تنها به خاطر بابایم شرفم را زیر پا کرد. به خدا زورو، حالا جای این فکر نیست. تو این رو میفهمی؟ سلی مگر من دختری هستم که از پس یگان مردم؟ نه نیستی عزیزم، اما چیکار کنی؟ من این انتقام را از او نگیرم. انا میبینی نامان زهرانی. مرا گوش کن زورو جون، به قدر امکان آرام رفتار کن، عصبناک نشو. چیزی گوید گپ ندردون میلش. آرام باش میلش. سلی نه گوش برام رو بردی. نه آروم شب، نه خشو گپ زن. هیچ کس ما رو فکر نمیکنه. دختر با در این شبی با کجا؟ یک کاری تجیره من برآمدینده. خب برای کار باشم. زهرا با کجا دخترم؟ یک کارمون برآمد بابا جان. نو از بیرون نآمدید؟ بله اما کارمون برآمد میرویم. یگان مشکلی نیست ها؟ نه بابا جان نه. خوب از دامولازیا یگان خبر است؟ البته خبر است. زنگ زد در سمینار است. به شما سلام گفت. تشکر میلش. شو هم دیر نمانید به خانه برگردید میلش. خیر نباشد. بیا بیا. Thank you.